به استدیو وایرال خیلی خوش اومدیم. همونجوری که به شما قول دادیم قرار قسمت دوم انیمیشن نیمار رو با هم دیگه بررسی بکنیم. این دفعه قراره اختلافات و حواشی که بین نیمار و امباپه است شاید خیلی جاها گفته نشده و شما نشنیده باشید. پس بدون معطلی بریم سراغ انیمیشن. امروز قراره دلایل این آشفتگی و کشمکشایی که بین این دو ستاره محبوب اتفاق افتاده رو به نمایش بذاریم. در سال 2017 تلاش‌های بارسلونا برای تمدید قرارداد نیمار با این تیم بی‌فایده بود و نیمار در سال 2017 تصمیم گرفت بارسلونا رو ترک کنه و با قراردادی 222 میلیون یورویی به البته دلیلش هم تو قسمت اول بررسی کرد. پاریس سن ژرمن بپیوند و از اون تاریخ به بعد تیم بارسلونا از وجود ستاره برزیلی یعنی نیمار محروم شد. واقعیت همینه بچه‌ها. بازیکن‌ها جایی میرن که به نفعشون. بابا ببین شاید کاری داشته باشه. آقا ای بابا زدی بندیز خدا رو نفله کردیم که خیلی خوب دیگه حالا تو هم. در سال 2017 یک ستاره جوان دیگر به این تیم پیوست. کلیان امباپه در 31 اوت 2017 به این تیم فرانسوی ملحق شد. قراردادی که در این باشگاه در سال 2017 بسته شد، نیمار رو به گرونترین بازیکن این باشگاه تبدیل کرد. هواداران تیم پاریس سن ژرمن از حضور نیمار در این تیم به شدت خوشحال بودند و تمام حملات تیم با محوریت نیمار برنامه‌ریزی می‌شد. نیمار در اوایل حضور خودش در این تیم پشت درخشید. تمام ورقای باشگاه فرانسوی داشت به نفع نیمار ورق می‌خورد. در سالهای ابتدای حضور نیمار در تیم فرانسوی شماره نامبر وان تیمش شده بود و در صفحات اجتماعی خودش به شدت و حتی بیشتر از قبل مورد تشویق هواداراش قرار گرفته بود. خلاصه در بازیایی هم که فرماندهی و کاپیتانی تیمو بر عهده داشت طوری بود که معمولا ضربات پنالتی کاشته ها رو به نیمار می‌دادن. داستان چیه دوستان؟ ای وای من، ظاهراً چندی نگذشت که کلیان امباپه در تیم فرانسوی خودی نشون داد و جزو بازیکنای محبوب پاریس سن ژرمن شد. نیمار شاهد اتفاقای عجیب و غریبی توی باشگاه بود. در حالی که نیمار داشت همچنان خوب می‌درخشید در زمین بازی، اما از اون به بعد تمام حملات پاریس سن ژرمن با محوریت امباپه تنظیم شد. بچه‌ها من که میگم این پشت پرده‌های فوتبال سریال بکنن حسابی میگیره. صحنه‌ای که دیدید در مورد پنالتی دوم پاریس سن ژرمن در مقابل تیم مونپلی بود که امباپه با وجود از دست دادن پنالتی اول با پررویی تمام در صحنه دوم به سمت نیمار که برای ضربه زدن خودش آماده کرده بود رفت و ازش خواست کنار بره. بچه‌ها نیمار به شدت در تیم پاریس سن ژرمن داشت اذیت می‌شد، به طوری که فشارهای روحی و روانی و ناکام موندنش در مسابقات فینال حسابی آزارش میداد. در هر حال تیم پاریس سن ژرمن با وجود ستاره‌هایی همچون امباپه و نیمار در فینال مغلوب تیم‌های حریف میشد. در سال 2021 مسی به تیم پاریس سن ژرمن پیوست. این کار باعث خوشحالی عجیب و غریب نیمار شد. آخه رفاقت مسی و نیمار در بارسلونا شروع شد. لیونل مسی از همون بعد به انتقال نیمار به بارسلونا باش روابط خیلی خوبی داشت و این دوستی حتی با رفتن ستاره برزیلی به پاریس سن ژرمن در سال 2017 هم قطع نشد. با وجود و حضور مسی در تیم پاریس سن ژرمن، نیمار با انگیزه در پاریس سن ژرمن بازی می‌کرد. اما حتی با حضور مسی هم در فینال 2021 مغلوب تیم حریف شدند. چی بگم والا همه چی داشت خوب پیش میرفت، اما در سال 2022 اتفاقاتی افتاد که باعث شد باشگاه پاریس سن ژرمن دچار آشفتگی‌های شدیدی بشه. قبل از سال 2022 شماره‌های نامبر وان تیم نیمار و مسی بودن، اما از سال 2022 به بعد به صورت دراماتیک شماره یک تیم پاریس سن ژرمن امباپه شد. اما چرا؟ مگه چه اتفاقاتی افتاد؟ در واقع در سال 2022 رئال مادرید رایزنی‌های زیادی انجام داد تا امباپه رو به رئال مادرید بیاره، اما ناصر خلیفی رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن با وعده‌های عجیب و غریب امباپه رو از تصمیم خودش منصرف کرد و امباپه قراردادش رو با این تیم 2 سال تمدید کرد. و اینجوری شد که صحبتایی که بین امباپه و رودریگز رئیس باشگاه رئال مادرید اتفاق افتاد بی ثمر موند. یعنی الان کلا عوض شده امباپه. بعد از تمدید قرارداد امباپه با پاریس سن ژرمن گفته میشه که به خاطر باجایی که باشگاه به امباپه داده بود روی کرده این بازیکن دچار تغییراتی میشه. امباپه از سال 2022 به بعد علاوه بر این که پردرآمدترین بازیکن تیم شده بود، به نوعی خودش رو تصمیم گیرنده تیم در داخل و خارج از زمین میدونست.
با وجود خودکامگی کلیان امباپه و لج و لجبازی های ستاره برزیلی، پاریس سن ژرمن در بازی‌های خودش ناکام میموند. از اینجا به بعدش هم حرفی نمیمونه، چون با وجود خرابکاری‌های امباپه باز هم به صورت دراماتیک مورد حمایت باشگاه و هواداراش قرار می‌گرفت و به خاطر زیرآبزنی‌های امباپه نیمار ستاره برزیلی همیشه با هیت مواجه می‌شد. عجبا، یه شبکه خبری هم ادعا کرده که اختلاف طرفین به ماجرای تقاضای امباپه از مسئولین باشگاه برای فروش نیماره. بابا به تو چه مرد مومن. که البته برخلاف میلش مهاجم برزیلیمون قراردادشو با تیم پاریس سن ژرمن تا سال 2027 تمدید کرده. قشنگ بازی تاج و تختی شده برای خودشا. بچه‌ها امباپه تصور میکرد با رفتن نیمار تنها لیونل مسی میمونه که باید باش رقابت بکنه، اما نه تنها نیمار نرفت، بلکه به کوری چشم بعضیا در بازی‌های ابتدایی فصل با وجود کمکاری امباپه در زمین به خوبی ظاهر شد. اما متاسفانه فشارهای زیادی از طرف هواداران به نیمار وارد میشد. در نهایت هم طبق گزارش سایت گل، امباپه احساس میکنه بابت تمدید قراردادش با تیم پاریس سن ژرمن و پشت کردن به رئال مادرید آنطوری که باید و شاید قدردانی نشده. تصور میکنه جایگاهش در تیم نه تنها به درجه یک فرمانده ارتقا نیافته، بلکه به واسطه اوجگیری نیمار و مسی و راموس نسبت به گذشته کم رنگ ترم شده و این موضوع حسابی میره روی اعصابش. بعد از مدتی هم نیمار در حساب اینستاگرامیش خبر داد که با قرارداد 2 ساله به باشگاه الهلال پیوسته. بعد از اونم که روابط نیمار و امباپه خوب شده بود، طوری که مامان امباپه، بابا مدیر برنامه‌اش بود، میگه همه چی حل و فصل بچه‌ها. خب بچه‌ها نظرتون در مورد ویدیو امروز چیه؟ من که راوی سادم، به من ربطی هم نداره، اما شما هر چی میخواهد دل تنگتون بریم توی کامنت ها برامون بنویسین. اینم از اختلافات و حواشی که بین نیمار و امباپه بود که الان با همدیگه اوکی هن، همدیگه رو فالو دارن، شرایط همه چی اوکی بود، ولی این حواشی بود که خیلی جاها گفته نشده بود. اگه این انیمیشن رو دوست داشتین حتما لایک بکنین، نظرات خودتون رو در مورد